یه جگوار مدل 68 میلادی که واسه تاجر هندی بود و خیلی سال بود از جاش تکون نخورده بود. تصمیم گرفتم امانت تاجر هندی رو بردارم و مسافرکشی کنم تا خرج زندگیمو درارم. ماشین قشنگی بود ولی کسی اعتماد نمی‌کرد سوار شه. چون تو این روزا کسی دیگه با اینجور ماشینا مسافرکشی نمی‌کنه. خانم تشریف بیارید با گم شو خفه شو. مسافرکشم. فقط یه نفر سوار شد که کاش نمی‌شد. یادداشت کن کاغذ قلم پیشته دیگه. یه لب 12، یه لب 2 بعد از ظهر. ببین حواست باشه لب به لب نشه ها. یه دماغ 5 بعد از ظهر. گیجی نزنی. یا خدا امروزو به خیر بگذاریم. ماشینم خراب شده یه ذره دیر میرسم. آره خداحافظ. ببخشید قربان، شغل شما چیه؟ جراح و متخصص زیبایی دکتر عارف باغ. اسم من شما رو یاد چیزی ننداخته؟ بادمجون بم. فکری زلزله با اون گندگی یادت نیومد بادمجونش یادت معذرت میخوام. بله ببخشید. پسر جون البته من خودم این زلزله‌مو خراب میکنم، داغون میکنم، میریزم زمین، انو میسازم میره آب. اونا رو نه خیر. لب، صورت، فک، دهن، دماغای کوفته‌ای و قوزدار رو میکنم باتری قلمی. به به. پس حسابی وضعتون توپه. توپ؟ آقا شما دکتر معروفی هستی؟ بله خیلی معروفه. رمز معروفیت چیه؟ ببین پسر جون من از چشام خوب کار میکشم. به هر چیزی به دیده فرصت نگاه میکنم. بله. الان تو این دور و زمونه رمز موفقیت باهوش بودنه. پس همه چیزو خوب نگاه کن تا بتونی ازش استفاده کنی. ببین دیدن با نگاه کردن فرق داره. عجب جمله‌ای. واسه آره. اتفاق افتاده؟ ببین شما خوب نگاه نکردی دیگه، فرصت از دست دادی. گفتم دیدن با نگاه کردن کردن فرق داره. ممنونم. آره. بیا پایین. صندوق عقب واکن. ببین چه فرصتی رو داشتیم از دست میدادین. اینا چیه؟ تنباکوی خارجیه. مشتریشو دارم آبش کنیم. این چیزی هم میره تو جیبتون. بریز بالا. بریز بالا ببینم. به به. جمع کن. همه رو جمع کن. ای به به عالی هن. فقط یه خورده مونده وگرنه فوق‌العاده است. نخور. آلرژی داری؟ چی بگم ناراحت نمیشی؟ ها؟ این تنباکو نیست. چیه؟ پیپیه. برندشه؟ نه پیپی. بچه‌ها بهش میگن پیپی. نمونه آزمایش. پیپی؟ پیپی؟ آره. اینم که خوردی مال سعید ملکوتی 75 ساله. گفتم یه لب 12، یه دونه 3. لب 2 بود آقا، لب 2. یه لب 2، یه دونه دماغم ساعت 5. حالا باز یه رب دیگه زنگ بزن بگو آقا ساعت چند بود. الوارو گذاشتی یخچال؟ خیلی خوب. آقا جیگرکی هم داریم؟ نه خیر. مطلب من چند کار است. عمل زیبایی، پیوند اعضا، خرید و فروش اعضا. گفتم که من از همه فرصت‌ها استفاده میکنم. دیدن با نگاه کردن فرق داره. البته فکر کنم این دفعه که پیاده شدین اشتباه دیدین. یادم ننداز اون خال گوشتی زشتتم بیا مطب من بردارم. زنم خالم خیلی دوست داره. بابا تو پدر منو در آوردی، چقدر زبون نفهمی تو. گفتم 12. ما این به جان خودم یه چیزی میزنه بگید میشه آدم اینقدر خنگ. منشی تو؟ منشیمو یه هفته است اخراج کردم. یه آبدار چیه حالا باشه تا یه آدم قابل اعتماد پیدا کنه. من آدم